هر سال در این فصل دوستداران کتاب از سراسر ایران به نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران می‌ریزند. تاکنون بیشتر از 2300 ناشر برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردند. ناشران عراق و لبنان، افغانستان و ترکیه و آلمان و تاجیکستان هم در اینجا هستند. نمایندگی نشریات عظیم آلمانی اسپرینگر هم کتاب‌های خود را آورده است. از تاجیکستان 400 نامگوی کتاب‌های تازه نشر از جمله آثار کلاسیکان تاجیک و فارس به مثل رودکی و فردوسی و کتاب‌های میرزا ترسونزاده، لایق شیرعلی، مومن قناعت، گل رخسار به نمایش گذاشته شده است. با باز شدن این نمایشگاه در ساعت 10 به وقت تهران، دانشجویان، خانواده‌ها و دوستداران کتاب خود را به غفره‌های کتاب فروشی می‌زنند و می‌جویند و با مؤلفان صحبت می‌کنند و بوی کتاب‌های نو چاپ شده را می‌شمند. آدم دوست داره کلا بین کتابا، اون بوی کتابا، اون آدمایی که مربوط میشن به انتشارات، حتی اون خریداراش، اهل علمی رو که اینجا آدم می‌بینه، یه انرژی ازشون، انرژی خوبی آدم ازشون می‌گیره. حال آدم خوب می‌کنه. با وجود این همه شور و شوق، ناشران با مشکلات جدی روبرو هستند. قیمت‌ها بالا رفتند، طلبات هم کم شده است. حسین جاوید یکی از ناشران میگوید فناوری‌های نو یک سبب دیگر است. بیشترین مشکلی که ما باش مواجهیم مشکل بیرونیه که حالا خیلی مختص کشور ما هم نیستش. اصولاً با توجه به اینکه ابزارهای جدیدی برای دریافت دانش، برای سرگرمی و برای مطالعه شکل گرفتن، طبیعتاً تعداد مخاطب‌های آثار مکتوب از قبیل کتاب، حالا مجلات، روزنامه‌ها کمتر شده. این بخش عمده مایی که خب کاهش مخاطبمون محسوب میشه. و دیگر مشکلی که ما داریم خب مشکل گرانی کتابه که حالا صرفاً گریبان مخاطب کتاب رو نمیگیره. عرضه کننده هم همیشه از گرانی آسیب میبینه. به این دلیل قیمت کتاب سالهای اخیر بالا و بالاتر می رود، چون ایران در پنجه تورم بلند و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی بین المللی است. حالا میلیون ها کتاب هم در اینترنت دسترس است و آنها را می توان در تلفن و تبلت و دیگر ابزارهای الکترونی خواند. با این هم توجه به کتاب‌های معمولی زیاد است. کتاب یه چیزی هست که واقعا عشق و علاقه از به اصطلاح لمس کتاب یه حس جدایی داره. درسته که اون مسائل آنلاین و کتاب‌های صوتی هم جذابیت خودش رو داره، ولی به نظرم هیچ وقت نمیتونه جایگاه اصلی کتاب رو و اون فیزیک کتاب رو تو دستای ما پر کنه و اون لذت رو به ما منتقل کنه. عشق و علاقه به کتاب برای خریدن آنها کافی نیست. نویسنده خوب داریم ولی مشکل قیمت هاست. یعنی قیمت ها هر سال نجومی میره بالا. مشکل فقط خرید است. یعنی خیلی‌ها میان دوست دارن کتابو بخرن ولی با حسرت میذارن سر، چون واقعا قیمت ها بالاست. علیرضا سیف همچنین نگران تاثیر فناوری‌های نو به کتاب میباشد. تو 5 سال آینده ما با کتابای سر و کار خواهیم داشت که هرچقدر هوش مصنوعی بهتر بشه که ترجمه و تالیفش کار هوش مصنوعیه. اینم چالش جدیدیه. نمایشگاه 36 بین المللی کتاب فجر که روز 7 می آغاز یافت تا روز 17 می در مسجد امام خمینی، یکی از مسجدهای عظیم در مرکز تهران، ادامه می‌کند.